این آخوندا سبب اصلی مشکلشون با ما این است که اینا شیر خر خوردن. اینو من نمیگم، توهین محسوب نکنید. احمد جان میتونی نشون بدی این صفحه رو؟ این فروع کافی از ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. این همون کتابی است که امام زمان دیده که اینا شیر خر میخوردن، گفته که الکافی کافین لشیعتنا. این فروع کافی و روضة الکافی است، موسوعة الکتب الاربع، جلد 6 تا 8. من نمیخواستم در این برنامه این چیزها رو نشون بدم، منتها اینا مجبور میکنن. این کتاب خودشون صفحه 192، فروع کافی جلد 6، یک باب داره، باب شیر خر. محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی همون کسی است که روایت چیز رو روایت کرده، روایت امامت رو براشون روایت کرده. اینجا میگه، اینم به کی نسبت میده؟ به ابی عبدالله امام جعفر صادق. میگه که نهار خوردم با امام، بعد ایشون پرسید میدونین چی بود که خوردیم؟ گفتم که قلت لا، گفتم نه. قال هذا شیراد الاتون، این شیر خالص خر بود که خوردیم. روایت 9107 در اینجا هم میگه که، اینجا هم از ابی عبدالله امام جعفر صادق. شما ببینید که اهل بیت رو چگونه اینا بدنام میکنن، چطور اهل بیت رو بدنام میکنن اینا، یعنی چطور با این روایت های ساختگی محب اهل بیتن. نه، امام جعفر صادق که رئیس مذهب است، اینا هم که شیعه 12 امامی هستن، اما چطور بدنام میکنن، این یکی از روش هاشون است. اونجا به حضرت علی گفته بودن اولاغ، در اون روایت دیگه الک حمار، که داره 2 ماه که داره میزنه شبکه ولد، نمیتونه جواب این شبهه رو بده. در اینجا روایت 9108 هم همین است که از ابو عبدالله پرسیدم که در مورد شیر خر نظرتون چیه؟ قال که اشربها، نوش جانت، بخور. بعد در اینجا از ابی جعفر امام محمد باقر هم روایت میکنه که سألت عن شرب البان الاتون، در مورد شیر خر پرسیدم، فقال لی لا بأس بها. این آخوندا، این مراجع شیعه، اوضاع علمیشون هم خودشون شیر خر حتما میخورن و هم به این آخوند بچه‌هایی که اونجا میرن آخوند میشن آخر، به اینا شیر خر میدن، چون اگر شیر خر نمیدادن ملت ایران رو به این بدبختی نمیکشیدن و جهان اسلام رو به این حالت نمینداختن.